کتاب صوتی روح هیمالیا، نوشته سوامی آمار جیوتی، به ترجمه فریبا مقدم. قسمت 19. سکوت. زمستان. رود گنگ فرسنگ از هیمالیا در میان دره‌ها، جلگه‌ها، شهرها و روستاها جریان دارد تا به شهر کلکته میرسد. کلکته واپسین شهر در مسیر زیارت گنگ پیش از پیوستن به خلیج بنگال است. اما هنگامی که کسی خاموش بر کرانه آن می‌ایستد و بر پهنای آن می‌نگرد، حاله اسرارآمیز و آرامش بخش آن را می‌بیند. حس عبودیت و الوهیت در درون جوشش می‌گیرد و نیک و بد را پشت سر می‌گذارد. مگر نه آنکه گنگ گناهان سیاه بشریت را در خود می‌شوید و ظلمت جهل را می‌بلعد. گنگ چون مادری مهربان فرزندانش را تأمین می‌کند و به آنها یاری می‌رساند و سوی تقدیر نهایی هدایتشان می‌کند. در این فرایند تطهیر او آلوده و ناپاک می‌شود. چه ایثار شکوهمندی! آب رود باز به آسمان‌ها می‌فرازد و آهسته به سوی قلعه سرچشمه خود در هیمالیا که منبع فرونشاندن آتش آدمی است باز می‌گردد. بدین سان چرخه تطهیر تحت نظارت و یاری خورشید منعم کامل می‌شود. این همه از کجا آغاز می‌شود و به کجا می‌انجامد؟ از پاکی به پاکی. در کالیگت، کلکته، ساتیاکام همراه با بایراوی و پوران به دیدار ماتاجی رفتند که در خانه یکی از پیروانش اقامت داشت. جایگاه مخصوصی در کنار ماتاجی برای نشستن آنها فراهم شد. کل فضای خانه لبریز از انرژی والا بود. دیدن همه آن روح‌های والاگوهر در یک شو در کنار هم بسیار شگفت‌انگیز بود. بی تردید صاحب خانه تبرکی چند برابر یافته بود. ماتاجی و مهاراج سلام و احوالپرسی معمول را به جای آوردند. سپس ماتاجی از بایراوی و پسرش خواست که نزدیک او بنشینند. هر دو به او تعظیم کردند. ماتاجی لبخند زنان از پوران پرسید: نام تو چیست؟ پوران با لحنی دلنشین گفت: پوران. ماتاجی با مهربانی گفت: چه نام برازنده‌ای! امیدوارم که معنای نامت را متحقق کنی. بایراوی گفت: ماتاجی، او فرزند شماست. ماتاجی با لبخندی آسمانی به هر سه نفر نگاهی سرشار از تبرک و صمیمیت انداخت. بعد از ظهر بسیاری از پیروان ماتاجی به آنجا آمدند. بایراوی و پوران روبروی ماتاجی نشسته بودند. ساتیاکام از خانه بیرون رفت، درشکه‌ای گرفت و به شمال شهر رفت. چند کیلومتر دورتر در نقطه‌ای خلوت از درشکه پیاده شد و به سوی رود گنگ رفت. رود در این ناحیه بیش از 1 کیلومتر پهنا داشت. در نقطه‌ای معین از کناره رود به پله‌های آجری رسید که به داخل رود منتهی می‌شد. آنجا بی حرکت ایستاد و به رود خیره شد. آنگاه چشم بست. دستهای برهم نهاده را به نشانه احترام بر پیشانی نهاد و نرم نجوا کرد. ای رود، ای رود گنگ، مرا چون خودت مطهر ساز. تو مادر و نگهدارنده همه ما هستی. تقدیر مرا به ثمر نشان. تو کامل هستی، مرا هم کمال ببخش. 2 قطره اشک از چشمان بسته‌اش فرو غلتید. احساس می‌کرد سبک شده و تسکین یافته است. مدتی آنجا ایستاد، سپس صدای قدم‌هایی را پشت سر خود شنید. به اطراف نگاه کرد، اما کسی را ندید. هنگام غروب، خورشید پیش از فرو رفتن در افق آن سوی رود به کره‌ای سرخ رنگ تبدیل شده بود. سکوتی رازآمیز حاکم بود. ساتیاکام روی پله‌ها به مراقبه نشست. پس از 12 سال این نخستین باری بود که واقعاً تنها بود و اما اکنون چقدر احساس غنا می‌کرد. دیگر هیچ اثری از وابستگی یا سودا در او دیده نمی‌شد. به نظر می‌رسید که دیگر هیچ چیز میان او و هدفش وجود ندارد مگر استادش که آن روزها پیوسته به یاد او بود.
چه کسی می توانست تصور کند که همسر و فرزند بی‌نظیرش فقط چند کیلومتر دورتر بودند؟ اما این همه گویی قرنها با او فاصله داشت. آیا آنها واقعا از او جدا بودند؟ در آن هنگام زمستان به پاییز آمیخته بود. هوا سرد اما خوشایند بود. خورشید کاملا غروب کرده بود. فقط خطوطی سرخ در پهنه آسمان دیده میشد. نجواهای ملایم رود، صدای قورباغه‌ها و وزش ملایم نسیم تنها شاهدان حاضر در آن ساعت از شامگاه بودند. ساتیاکام یک بار دیگر صدای قدم‌هایی را پشت سر خود شنید. سر برگرداند. همان پیرمرد ریش سپید که 12 سال پیش او را به روستای کادامبینی راهنمایی کرده بود، آنجا ایستاده بود. ساتیاکام بیدرنگ از جا برخاست. پیشانی بر پای او نهاد. اشک شادی از چشمانش جاری شد. ساتیاکام گفت: گورودو، این بار شما را می شناسم. چرا اولین بار که صدای قدم‌هایتان را شنیدم شما را ندیدم؟ استاد با بزرگواری گفت: زیرا پاره‌ای از نیروهای خود را از دست داده بودی. برای همین فقط صدای قدم‌های مرا می‌شنیدی و نتوانستی مرا ببینی. صبر کردم تا نیروهایت دوباره احیا شوند، تا بتوانی مرا ببینی. اکنون همه چیز مرتب است. استاد مکث کرد و پرسید: اکنون می‌خواهی چه کنی؟ ساتیاکام در نهایت تسلیم گفت: هر چه شما فرمایید. با اولین قطار به دامنه شرقی هیمالیا به مکانی به نام سیلیگوری برو. در آنجا تو را خواهم دید. استاد سپیدپوش با گفتن این سخنان ناپدید شد. شب به آرامی نازل شد. در آسمان لاجوردی ستارگان یک به یک پدیدار شدند. ساتیاکام به سوی ایستگاه راهن کلکته به راه افتاد.